وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا چهارچوب نوی تفتیش هواپیماهای خارجی هنگام ورود آنها به این کشور را اعلان کرد و گفت که مسافران می توانند لپتاپ و جهاز دیگری الکترونی را با خود به داخل هواپیما بگیرند. وزیر امنیت داخلی آمریکا جان کلی میگوید نهاد زیر رهبری او باید از حساب توسعه چاره‌های مربوط به امنیت پروازها نظم و ثبات را تحکیم بخشد و امکان حمله‌های تروریستی را کاهش دهد. امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به آمریکا وارد شونده را اجرا کردیم. این چاره‌ها گاه آشکارا و گاه ناعیان مرحله به مرحله تطبیق می‌شوند. خبرگزاری رویترز میگوید که شرکت‌های هوایی خوشحال شدند که ورود لپتاپ به داخل هواپیماهای عازم آمریکا منع نشد. به نظر شرکت‌ها این اقدام امکان داشت از سفر مسافران زیاد به ایالات متحده جلوگیری کند. همچنین سر از روز پنجشنبه دستور نوی مأموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای دریافت روادید سفر به آمریکا برای شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین به اجرا می درآید. این چاره‌ها بعد پشتیبانی فرمان پرزیدنت آمریکا در دادگاه عالی این کشور جاری شد. داوطلبان دریافت ویزا و مهاجرت به ایالات متحده از میان شهروندان ایران، سوریه، لیبیا، سودان، یمن و سومالی باید ثابت کنند که خویشاوندان نزدیک آنها یعنی والدین، همسر، فرزند، داماد، کلین و یا برادرشان در آمریکا به سر میبرد. در این سند تأکید شده است که بابا کلان و ماما کلان، عمک و تقا، جیان، باجه و خویش و تبار باقی مانده به حلقه خویشاوندان نزدیک شامل نمی شوند. در طول 90 روزی که منع ورود پای بر جا خواهد بود، مقامات آمریکا شرایط نوی تقدیم روادید سفر و حق مهاجرت به آمریکا را تشخیص خواهند کرد.